18 октябр дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кори конфронси байналмилалии ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз таҳарруки террористон иштирок ва суханонӣ карданд. дар кори конфронс намояндагони волумақоми расмии кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, ниҳодҳои Паймони ҷаҳонии зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва коршиносони соҳаи таъмини бехатарии сарҳадот иштирок карда, роҳҳои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад барои муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳоро муҳокима намуданд. конфронси мазкур дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди Аврупо ва дигар шарикони байналмилалӣ баргузор шуда, он идомаи мантиқии раванди Душанбе мебошад, ки моҳи майи соли 2019 зимни аввалин конфронси минтақавии дафтари зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид якҷоя бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардидааст. чорабинии сатҳи баландро муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, роҳбари дафтари зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид Владимир Воронков ифтитоҳ кард. зимни суханонии худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи роҳбарони ҳайатҳои бонуфузи кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоту созмонҳоро ба Тоҷикистон хайру мақдам гуфтанд. Muhterem muavini daviri kuli Sazman-ı Milali Muttahid, muhterem rahbarani hayatha, xanımha ve canımha. با کمال خوشنودی حضوری همه شما را در سرزمین تاجیکستان برای اشتراک در این کنفرانسی مهمی بین المللی که به یکی از مسائل مبرمی جهانی معاصر بخشیده شده است خیر مقدم میگویم. همایش امروزه ما سومی چهارمین سطحی بلند است که از جانب حکومت تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، قطر، عربستان سعودی و دیگر شریکان بین المللی در دایره روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم برگزار می‌گردد. با استفاده از فرصت مناسب برابریت سازمان‌های ذکر شده و کشورهای شریک برای دستگیری در روند تدارکات و برگزاری کنفرانس منتداری بیان می‌نمایم. امید دارم که ضمن این همایش مسائل تأمین امنیت، مدیریت سرحد و مقاومت مؤثر با افراطگرایی و تروریسم، مخصوص پیشگیری تحرک تروریستان توسط سرحدها همه جانبه بررسی گردیده از نتیجه آن قرارهای مشخص قبول کرده میشود. حاضرین گرامی، به همگان واضح است که طی سالهای اخیر دایره خطر و تهدیدهای از تروریسم و افراطگرایی برای آینده منتظم وسیع گردیده. این ظهورات خرابی‌آور باعث عاقبت‌های دهشتبار می‌گردند و فعالیت سازمان و گروه‌های تروریستی و افراطگرا خصوصیت افزاینده فرامرزی و فراملی کسب می‌نمایند. گذشته از این پهن‌شوی با سرعت بیماری سیروتی کووید 19 در ظرف زیاده از 2 سال اخیر و پیامدهای آن جریان مقاومت با این تهدیدها را باز هم مشکل گردانیده، روند تطبیق روزنامه 2030 و دستیابی به هدفهای رشد استوار آن را در منطقه‌های گوناگون جهان خلل‌دار ساخت. گروه‌های تروریستی از چنین وضعی به عمل آمده سوء استفاده کرده، فعالیت افراطگرایی، جلب بیشتر جوانان به آن، تشویق و انجام دادن حمله‌های تروریستی از جمله با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی را گسترش می‌بخشد. باعث تأسف است که بدون درک هدف‌های اصلی سازمان و گروه‌های افراطی و تروریستی بعضی واسطه‌های اخبار عامه برای رهبران آنها منبر یا دیگر امکانات
ابراز مطلب را فراهم می‌آورند. این گونه رویکردها به نظر ما غیر سازنده بوده، گروه‌های ناسالم را در جامعه جهانی تبلیغ و تشویق می‌نمایند. همچنین قابل تذکر است که امروز سازمان و گروه‌های افراطی و تروریستی ضمن راه‌اندازی هدف‌های ناپاک خود از ظرفیت‌های تکنولوژی اطلاعاتی پیشرفته فراوان استفاده می‌برند که باید این موضوع مورد توجه و تدبیر اندیشی مؤثر مسئولان و کارشناسان قرار گیرد. طبق تحلیل و پیشبینی‌ها چنین وضعیت در منطقه و کشورهای علایده دنیا در آینده ادامه یافته، حضور و فعالیت داعش و القاعده گسترش می‌یابد. بنابراین ضرورت تهیه روش‌های نو اینواتسیونی مبارزه مشترک بر ضد تروریسم، پنهانشوی ایدئولوژی افراطگرایی و تندگرایی دینی از جمله با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر به میان آمده است. حاضرین گرامی، تاجیکستان هنوز در سالهای اولی صاحب استقلالی به جنگ تحمیلی شهروندی و عملیات گسترده افراطی و تروریستی روبرو گردیده بود. امروز ما با اطمینان کامل اظهار می‌داریم که با شرافت وحدت و دستگیری مردم و سیاست سازنده حکومت کشور از ورطه آن فاجعه رها یافت و از این رو ما به جامعه جهانی از خطر و پیامدهای این ظهورات نهایت خرابی‌آور هشدار می‌دهیم. محض به همین خاطر تاجیکستان در همه کوشش‌ها و تدبیرهای بین المللی به خاطر ریشه‌کن کردن این ظهورات نامطلوب فعالانه شرکت نموده، یکی از اشتراکداران فعال جامعه بین المللی ضد تروریستی است. ما با قناعتمندی ابراز می‌نماییم که در نتیجه تکمیل به تدریج قانونگذاری و تطبیق برنامه و استراتژی‌های ملی در کشور زمینه سیاست مقصدناک و هم آهنگ شده دولتی را برای مقاومت با تروریسم و افراطگرایی گذاشت. در دایره عملی نمودن استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مقاومت با تروریسم و افراطگرایی برای سالهای 2016-2020 حکومت این مملکت در میان دیگر دستاوردهای نظر است، اینچنین به بهبود مکانیزم پیشگیری کردن افراطگرایی و تندگرایی و بلند برداشتن نقش ساحه معارف و جامعه شهروندی نایل گردید. تطبیق موفقانه این سند جهت تهیه و قبول استراتژی نو برای سالهای 2021-2025 زمینه مساعد را فراهم آورد. حالا برای تطبیق استراتژی مذکور کاتبات مخصوص سازمان داده شده. همزمان با این پلتفرم‌های همکاری بین نهادهای دولتی، تطبیق کننده آن و سازمان‌های بین المللی، تشکیلات‌های جمعیتی و جامعه شهروندی عمل می‌نماید. در نتیجه تدبیرهای مشخص حکومت تاجیکستان زیاده از 400 نفر شهروندان کشور، اساساً زنان و کودکان از سوریه و عراق، همچنین زیاده از 5000 دانشجوی تاجیک با مقصد پیشگیری از همراهشوی آنها به گروه‌های تروریستی و افراطگرایی از مؤسسه‌های تعلیمی دینی کشورهای خارجی به وطن برگردانیده شدند. امروز اندیشیدن چاره‌های مؤثر جهت عافیت بخشی و برقرارسازی آنها ادامه دارد و همکاری شریکان رشد در این روند احساس می‌کنند. خانم‌ها و جنابان، ما بارها تاکید کردیم که تاجیکستان در خط اول مبارزه با خطر افراطگرایی و تروریسم قرار داشته، نه تنها منطقه بلکه قلمروهای فراتر از آن را از عاقبت‌های فلاکتبار این ظهورات حمایت می‌کند. حکومت تاجیکستان با در نظر داشت وضع مرکب منطقه و تحکیم دائمی حفظ سرحد دولتی توجه مخصوص ظاهر نموده
برای پیشگیری کردن انتقال فراسرحدی جنگجویان تروریست، قاچاق مواد مخدر، سلاح و دیگر جنایت‌های فراملی تدبیرهای ضروری می‌اندیشیم. ما با مقصد تکمیل دادن روند محافظت سرحد دولتی هنوز سال 2010 استراتژی ملی اداره نمودن سرحد و نقشه عملی آن را دایر به اصلاحات نظامی تأمین امنیت سرحد برای دوره تا سال 2025 با مساعدت شریکان بین المللی قبول نمود. تأکید باید کرد که در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگ زده خاورمیانه به منطقه‌های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان‌های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت‌های آسیای مرکزی خوف جدی را به میان آورده است. تأمین غایه‌های تندگرایانه بر افکار جوانان و موجودیت به اصطلاح گروه‌های خفته افراطی و تروریستی بین المللی از جمله تهدیدهای جدی به امنیت منطقه محسوب می‌شود. متاسفانه هنوز هم در نقاط معین عالم تروریسم در شکل‌های گوناگون و زیر شعارهای مفکوره افراطی اساسناک کرده می‌شود و به ذهن و شعور گروه‌های منتخب تحمیل و تشویق و ترغیب می‌گردد. به عبارت دیگر حرکت‌های تروریستی جریان مشخص مقصدگذاری، آماده سازی روحی و روانی و جسمانی را در بر می‌گیرند. برای تأمین نمودن امنیت منطقه و جهان به طور منتظم پیشگیری کردن چنین روند و عاقبت‌های فاجعه‌بار آن از جمله اقدامات شدیداً ضرور دانسته می‌شود. ما امید داریم که کشورهای جهان در همبستگی مقاومت مؤثر را بر ضد این ظاهرات نامطلوب راه اندازی می‌کنند و در راه پیشگیری کردن تحرک تروریست‌ها، انتقال آنها از یک منطقه به منطقه دیگر، درک و فهمیش عامل‌های تحریک دهنده تروریسم، اینچنین تهیه موقع یگانه نسبت به مفهوم‌های افراطگرایی و تروریسم کامیاب می‌گردند. اشتراکداران محترم، گروه‌های تروریستی کوشش‌های خود را جهت عبور سرحد در منطقه‌های دوردست و دارای مشکلات جغرافی و اقلیمی ادامه می‌دهند. با در نظر داشت وضع کنونی امنیتی جامعه جهانی باید درک نماید که افراطگرایی و تروریسم با تمام ظهورات زشت خود هیچ ربطی به ملت، دین و مذهب و شهروندی ندارد. وابسته به این درک باید کرد که تنها همکاری سازنده جامعه جهانی راه اساسی مبارزه ثمرناک با مقصد رفع مشکلات تروریسم میباشد. مسلم است که کشورهای جهان روند مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را هم آهنگ نموده با ابتکار سازمان‌های منطقوی و بین المللی جهت ایجاد زمینه‌های حقوقی مربوطه کارهای زیادی انجام دادند. اما طوری که وقت نشان داد آنها برای واکنش مناسب به همه تهدیدهای موجوده تروریسم ناکفایه میباشد. چنانکه در گزارش‌های نهادهای دخلدار سازمان ملل متحد ذکر می‌گردد، حالت مذکور با آن سبب به میان آمده است که ضمن ارزیابی حقوقی و اصطلاح از این پدیده خطرناک میان کشورها رویکرد یگانه و همدیگر فهمی ضروری وجود ندارد. از این لحاظ تا زمانی که از جانب همه سوبیکت‌های بین المللی مفهوم‌های مشخص اعتراف شده تروریسم و افراطگرایی و روش‌های یگانه مقاومت با آنها پذیرفته نشود، تأمین نمودن هم آهنگی تلاش کشورها در مبارزه با این پدیده‌های ضد انسانی عملاً غیر امکان باقی می‌ماند. حاضرین گرامی، اعتراف باید کرد که واکنش موفقانه به هر یک ظهورات نامطلوب با درک مضمون و محتوا و حد و حدود، خصوصیت‌های معین کننده، سبب و حساسیت آن
و تدبیرهای گوناگونی اندیشیده شده علاقمندی دارد. همچنین برای تامین نمودن حفظ سرحد، ساخت کیسانی و رشد منظم دولت‌ها همکاری واقعی و شفاف در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی ضرور و با منفعت همه جانب‌ها میباشد. برای تاجیکستان تامین نمودن حفظ با اعتماد سرحد دولتی و دریافت امکانیت‌ها جهت تقویت آن بنیاد مهم است. تاجیکستان و افغانستان را 1400 کیلومتر خط سرحد با قطعه‌های مرکب کوهی با هم می‌پیوندد که تقریباً 60% مرزهای دولت‌های آسیای مرکزی را با این کشور تشکیل می‌دهد. در چنین شرایط ما جهت تحکیم سرحدات چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده‌ایم و طی 2 سال اخیر زیاده از 175 انشاءات سرحدی را ساخته و استفاده دادیم. قابل ذکر است که همزمان با این ساختمان 30 انشاءات دیگر ادامه دارد و ما را لازم است که در آینده باز 300 انشاءات مربوطه را بنیاد نهیم. در این رابطه تلاش‌های تأخیرناپذیر جهت تطبیق تشبث تاجیکستان کنسپسیای کمربند امنیتی در اطراف افغانستان به منظور پیشگیری و کاهش دادن پیامدهای خطر و تهدیدها امری ضروری می‌باشد. اشتراکداران محترم، برای جلوه‌گیری از فعالیت تروریستان دولت‌ها را ضرور است که ضمن حفظ سرحد تدبیرهای نظارتی را موافق عهده‌داری‌ها و در دایره حقوق بین‌المللی عملی نماید. امروزها ما مشاهده می‌کنیم که تروریستان و افراطگرایان از اینستیتوت گریزه و پناهجوینده خوب استفاده کرده از باوری کشورهای بیشتر ترقی کرده سوء استفاده می‌نمایند. از این لحاظ ضرور است که ارزش‌های انسانی و حقوق بشر جدا از تروریسم و افراطگرایی بررسی کرده شده و شخصانی برای صادر کردن عمل و کردارهای تروریستی جلب شده و عیبدار دانسته شده پناهگاه داده نشده و چنین اشخاص سریع وقت بازداشت و به جوابگری جنایتی کشیده شد. تأمین با اعتماد امنیتی سرحد برای پیشگیری کردن تهدید تروریستان و افراطگرایان توسط سرحدهای خشکی، هوایی و بحری اهمیت فوق‌العاده مهم دارد. تأکید باید کرد که راه‌اندازی مبارزه ثمرناک بر ضد پدیده‌های خرابی‌آور معاصر اندیشیدن چاره‌های دست‌جمعانه را تقاضا می‌کند. جمهوری تاجیکستان با این مقصد با یکچند سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا، نهادهای مخصوص سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و کشورهای مددرسان از قبیل ژاپن، ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در دایره لایه‌های گوناگونی مربوط به مدیریت سرحد همکاری سودمند را برآورده است. بنابر رشد با سرعت تکنولوژی ساحه مدیریت سرحد امروزها ضرورت تأمین نمودن مقامات نظارت سرحدی با تکنولوژی‌های معاصر برای سریع وقت آشکار و پیشگیری نمودن کوشش‌های گروه‌های تروریستی و افراطی که نیت رخنه کردن نظام سرحدی دولتی را دارند به میان آمده است. عملی نمودن این اقدام آموزش تجربه کشورهای ترقی یافته و مرحله به مرحله جاری کردن استانداردهای پیشقدم بین‌المللی را در مدیریت سرحدی دولتی تقاضا می‌کند. از این لحاظ دسترس نمودن وسیله‌های از لحاظ فناوری و تکنیکی پیشرفته و با اعتماد در این مسیر یکی از وظیفه‌های اساسی مبارزه مشترک سطح بین‌المللی با تروریسم دانسته می‌شود. امیدوارم که دایره همکاری تاجیکستان در این سمت مهم در آینده نزدیک باز هم وسیع گردد. ما را ضرور است که برای بلند برداشتن سطح آگاهی، دانش و تحکیم اقتدار دولت‌ها در مبارزه با تروریسم
موافق مکانیزم های موجوده همکاری زیست داشته باشد. با آرزوهای بهترین به همه اشتراکداران کنفرانس در یافتن راه حل‌ها جهت رسیدن به جهانی آزاد از تروریسم و افراطگرایی بار دیگر از تشریف شما و تاجیکستان اظهار سپاس می‌نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. سپس دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا خانم خلگا شمید با نوار ویدیویی به اشتراکچیان چهاربینی مراجعت کرده به کار کنفرانس برای کامیابی آرزو نمودند. I'm pleased to greet this conference focused on the vital issue of border security and counterterrorism. Очень отрадно, что на этом мероприятии делается упор на противодействие терроризму. Таджикистан и наши партнеры продвигают международное сотрудничество по предотвращению контртерроризма, в том числе посредством Душанбинского процесса. Он был создан, даже исходя из устава, практиковать толерантность и добрососедские отношения, обеспечить безопасность границ, обеспечить права человека, лиц, пересекающих границу, мигрантов и иных лиц. Это сложные вопросы, сложные вызовы, в том числе на границе, в том числе организованная преступность, торговля людьми, организованная преступность и прочее. ООН и другие организации предлагают координированные решения. Это требует от нас коллективно взглянуть и распознавать исходные причины и иные причины для радикализации. Он привержен работать и непосредственное взаимодействие с вами совместно во имя мира, устойчивого развития и прав человека в Центральной Азии и за пределами. Я желаю вам плодотворных дискуссий. Спасибо. کاری کنفرانس بین المللی همکاری بین المللی و منطقوی اوید به امنیت و مدیریت سرحد جهت مقاومت با تروریسم و پیشگیری از تحرک تروریستان در بخش‌های علاهده ادامه یافته. انتظار می رود که از روی نتیجه کاری کنفرانس اعلامیه دوشنبه اوید به امنیت و مدیریت سرحد جهت مقاومت با تروریسم و پیشگیری از حرکت تروریست ها قبول گردد.